ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. یک قصه واقعی از یک سوریه مصری. یک قاضی با ایمان مصری با نام محمد عارف در کتابش از حیات خود چنین قصه می کند. می گوید که 15 سال قبل وکیل دفاع بودم، یعنی که ادوکت کار می کردم. روزی می گوید صبح به کار روانه بودم و باید تا شب به خانه بر نمی گشتم. نزد در کارگاه که رسیدم به یادم رسید که چند سند مهم را در خانه فراموش کردم. فوراً میگه به ماشین نشسته به سوی خانه حرکت کردم. وقتی که به خانه رسیدم دیدم که مرد با همسرم هم بستر شده است. اعوذ بالله. نمی دانستم که چی کار کنم. خودم وکیل بودم و قانون را خوب می دانستم. اگر آن مرد را می کشتم به سرم مشکلی ایجاد می کردم، چون که هیچ شاهد نداشتم. تصمیم گرفتم با مرد هیچ کار نکنم و با او گفتم از خانه من بیرون برو و من این کار را به خدا می سپارم. او به من خندید و رفت. یعنی به عقل من می خندید که به او هیچ کار نکردم. وقتی که او رفت به همسرم گفتم وسایلت را جمع کن، به خانه پدرت می رویم. از هم جدا خواهیم شد. خانه پدر زنم در یک شهر دیگر بود. در راه فقط به آن حادثه فکر می کردم و بغض گلوگیرم می کرد. چون به خانه پدر عروسم رسیدیم من آن حادثه را به خدا سپاریده بودم و نخواستم که آبروی همسرم را ریزم و به خانواده زنم گفتم ما با هم موافق نیستیم و می خواهیم که از هم جدا شویم. خانواده همسرم از این کاری کرده ما میگر در حیرت ماندن و گفتند که شما تا این دم با هم هیچ مشکلی نداشتید. من باشم تأکید میکردم که با هم موافق نیستیم و باید که جدا شویم. وقتی برگشت زنم به من گفت واقعا درود به شرفت، تو خیلی بزرگ هستی که آبرویم را نریختی. من در جواب گفتم که برو و از کار کردت نزد خدا توبه کن. خلاصه میگوید از هم جدا شدیم و مدتها درگیر آن حادثه بودم. هرگاهی که در تلویزیون یا کوچه کسی را در حال خندیدن می دیدم آن مرد پیش رویم می آمد که هنگام رفتن به من می خندید. بعد از چند دوباره ازدواج کردم و یک زن با تقوا و صالحه نصیبم گشت. سالها گذشت و بعد 15 سال من قاضی دادگستری شدم. روزی میگوید یک پرونده قتل را نزدم گذاشتن و مرد قاتل را داخل آوردن. به نظرم می رسید که آن مرد را جای دیده بودم. بعد کم فکر به یادم رسید که او همان مرد است که با زن قبلی هم بستر شده بود، اما او مرا نشناخت. به او گفتم قضیه را نقل کن که چرا به قتل محکوم شده ای. او گفت وقتی به خانه آمدم مرد را دیدم که با زنم هم بستر بود. ببینید دوستانم، پیامبر خدا درود بر او میگوید هر عملی را که در این دنیا کردید آن عمل را در همین دنیا انتظار باشید. گفت چی گفت؟ وقتی به خانه‌ام برگشتم مرد را دیدم که با زنم هم بستر بود. نتوانستم پیش راه خشمم را گیرم و او را به قتل رسانیدم. گفتم شاهد داری؟ گفت نه شاهد ندارم. گفت اگر راست میگویی پس چرا زنت را نیز نکشتی؟ گفت او فرار کرد. گفتم باید او را نمی کشتی.
چون قانون میگوید که 3 شاهد ماجرا را باید میدیدند. گفت جناب قاضی، اگر این حادثه در شما رخ میداد آن مرد را نمیکشتید؟ در جواب گفتم نه، در زمان قاضی نیز این حادثه رخ داده بود و آن مردی که با همسرش هم بستر شد به آن کار نکرد. بعد این به یادش رسید که من همان وکیل 15 سال پیش هستم. گفتم من آن واقع تو را به خدا سپاریدم و حالا باشد با نوگ این قلم حکم قتلت را امضا می کنم، چون طبق قانون آن مرد باید کشته می شد. من نیز حکم قتلش را صادر کردم. ببینید دوستان عزیزم، بسیار قصه تأثیر بخش برای یکایک ما و شما و در آخر یکایک شما خواهش کرده می شود که دستان خود را برداریم و به سوی پروردگار دعا بکنیم که این آرامی و تینجی که در این مملکت عزیز من تاجیکستان است پروردگار را دائمی استوارش بگردان و دشمنان این ملت و سرزمین تاجیکستان عزیز من پروردگار خار و ذلیلشان بگردان. و با شما بودم بار دیگر بنده عبدالله. از شما خواهش کرده می شود دوستان که فکر و اندیشه های خود را حتما در زیر ویدیو بنویسید. از سخنهای خوب شما ما کوشش میکنیم که باز بهترین ویدیوها را پیشکش شما بکنیم. دوستان عزیزم، خدا یکایک شما را نگهدار و مددگار باشد.